حیاتی ترین چیزی که انسان میخواد آرامشه. هدف ازدواج تسکین و آرامش دو انسان در کنار یکدیگره. با کسی ازدواج کنید که آرامشتون رو به هم نزنه، تقویت کنه. خانومها و آقایون، جوانها میخوان ازدواج بکنن، صریحاً هدف ازدواجشون بگن میخوام آرامش پیدا کنم. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. همه چیز بعد از آرامش. خداوند متعال نوبتی کلمات رو بیان میفرماید بعد از آرامش محبت، مهربانی، قربون صدقه هم دیگه بشید. اول آرامش به هم دیگه بدید. آرامش فلسفه زندگی. اینو باید تصریح کنیم، به هم دیگه بگیم. تلقی ما از ازدواج قبل از لذت آرامشه، قبل از محبت آرامشه، قبل از هر عامل دیگری آرامشه. حیاتی ترین چیزی که انسان میخواد آرامشه. وقت آقای دکتر روانپزشک متخصص اعصاب میگه ما تو کشورمون بیشترین آمار رو داریم برای مصرف انواع قرصای اعصاب برای خانومها بین 30 تا 40 سال. حالا علت چیه؟ آرامشش به هم ریخته. خانوم یه مدتی از زندگیش گذشته، میترسه این آقا این ور اون ور نگاه کنه، خانوم از چشمش افتاده باشه، این آقا هم که بلد نیست یه کلمه برگرده بگه خانوم من تو رو دوست دارم، فرشته‌های الهی هم بیان روز زمین تو یه چیز دیگه ای برا من. آخ من چقدر خوشحال میشم همینجوری تو رو میبینم. آرامش بلد نیست مرده بده به خانومش. خانومش باید قرص اعصاب مصرف کنه. مردا چی؟ انقدر آرامش ندارن، اگه قرص اعصاب مصرف نمیکنن از اون طرف بیماری هایی که در سنین جوانی مردها میگیرن که ناشی از ناآرامیه. خانومش بهش آرامش نداده. نمیدونید خانومها چه کلمات معجزه آمیزی دارن. بیاد بگه چرا ناراحتی؟ فدای سرت نداری نداشته باش، ولشون کن، قصه چی میخوری؟ آقا یک معجزه میکنه. آقا اول خندش میگیره که بابا آخه یعنی چی تو همجوری الکی داری من آرامش میدی؟ پول نیست تو حساب، چک فردا برگشت میخوره، آبرو. خانم همجوری الکی بگه فدای سرت، الهی دورت بگیرم، چی خودتو اعصابتو داغون کردی؟ همین 4 تا کلمه. خیلی ساده. تلقی ما از ازدواج این است که ازدواج محلی است برای آرامش یافتن و آرامش دادن. آقا ما اگه آرامش بدیم سوء استفاده میکنن. این هم دیگه از اون حرفای ابلیسیه. یه دفعه به خانومه میگه به این شوهرت زیاد رو ندی یا این خیالش راحت بشه سرش بلند میشه. آقای نمیدونم میخواد گربه دم هجله بکشه. آرامش بده. نه آخه پر رو میشه همسر ما. نترس. اولا تو نمیتونی منافع خودتو با ناآرام کردن دیگران به دست بیاری. زرنگ بازی در نیار. بعدش هم خدا حسابشو میرسه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه از مؤمن. با کسی ازدواج کنید که آرامشتون رو به هم نزنه، تقویت کنه.